گذشته تقریبا با حالا همین ترکیب نتیجه بعدی رو نگرفتن. فکر می‌کنید که بازیکن‌ها نسبت به بازی قبلی یا با انگیزه کمتری اومدن به زمین یا اینکه مشکل جای دیگه‌ایه؟ آقای میرزایی، مسئله مهم اینه که ما از روند تمرینی از هفته گذشته این تیم تا امروز آگاهی نداریم. بله. که در واقع بازیکن‌ها همواره توی شرایط ایدئال نیستن. مسائلی هستش که حالا یا از بیرون یا از داخل یا اصلا زندگی شخصی خودشون تاثیرگذار در روند به اصطلاح بازی این تیم. شما اشاره داشتیم به اینکه استقلال به لحاظ ریاضی هنوز شانس قهرمانی داره. این جور مواقع تیم‌ها باید خودشون مثبت بازی کنن و در انتظار نتایج منفی رقباشون باشن. ولی استقلال مثبت بازی نمی‌کنه. هم در داربی و هم در واقع در این مسابقه که یک نیمه شما پشت سر گذاشتیم، در حالی که میتونست با توجه به نتایجی که رقباش گرفته بودن اگر در داربی و همین بازی برنده میشد و بشه در واقع بیاد تا مکان دوم جدول صعود بکنه. ولی نحوه بازیش یک بازی مثبت برای رسیدن به پیروزی در واقع نیست. این که شما اشاره داشتین که انگیزه اینم میتونه باشه، منتها چون من آگاهی ندارم نسبت به این قضیه نمیتونم یه قضاوت درستی داشته باشم. راجع به استقلال حالا گفته میشه آقای حاجی که بازیکن تیم استقلال در مقابل تیم‌های بزرگ خوب نتیجه نمیگیرن، در مقابل سه تیم بالای جدول استقلال پیروزی به دست نیاورده در این فصل. حالا میبینیم که در مقابل یک تیم قهرمان جدولی اما مشکل روبرو میشه. فکر می‌کنید که عامل روحی روانی تاثیرگذار هست در این قضیه یا خیر؟ ببینید من فکر می‌کنم برتری پگاه، حالا در پایان بازی نمیدونم چه اتفاقی میفته، برتری پگاه اینه که اون انگیزه رو درک کردن، شرایط خودشون رو کاملا درک کردن و این در واقع هنر آقای دستنشان و همکاراش بوده که اگر استمرار پیدا کنه تا پایان نیمه دوم کار بزرگی رو انجام دادن. ولی فکر می‌کنم دیدگاه بازیکنان استقلال به جدول بوده، یعنی که نگاهشون این بوده که پگاه در کجای جدول قرار داره. یک تیمی بوده که همیشه به صورت آسانسوری رفته به لیگ برتر، اومده به لیگ دسته اول و این یک مقدار ذهنیت بازیکن‌ها رو مخدوش کرده، یعنی ذهنیت درستی نسبت به پگاه ندارن و این وظیفه کادر فنیه که تو فرصت بین دو نیمه در واقع اونا رو به ذهنیت درست برسونه. دو فصل پیش که استقلال اول شد، حالا جباری پشت سر سیاوش اکبرپور و عنایتی بازی میکرد که به هر حال اون ترکیب نتیجه داد. حالا فکر می‌کنید که جباری که حالا در همون مکان قرار گرفته پشت سر برهانی و مجیدی این کارایی رو دارن، این مثلث که همون جوری بازی بکنن با همون کیفیت یا خیر؟ من فکر می‌کنم که دو بازیکنی که الان در امارات بازی میکنن و در استقلال حضور ندارن مکمل جباری بودن، یعنی همواره عنایتی متمایل به چپ بازی میکرد و اگر در ذهن بینندگان عزیز باشه اکبرپور فوق‌العاده انرژیک و دونده بود و برمیگشت به خط هافک اضافه میشد. اونها در واقع با هم مچ شده بودن، ولی این به اصطلاح همگن بودن و در این سه نفری که دارن بازی میکنن در بازی‌های استقلال، نه تنها در این بازی ما نمیبینیم. یعنی گاهی اوقات آقای مجیدی میاد به بازی، برهانی به عنوان بازیکن ثابت بازی میکنه، گاهی آقای علیزاده بازی میکنه و در واقع اینا اون هماهنگی رو ندارن. البته آقای دستنشان به یه نکته اشاره کرده بود که من فقط نقل قول میکنم، اون اشاره این بودش که استقلال بازیکن‌های خوبی داره ولی به صورت مکمل خوب نیستن. این نیمه نشون داد که آقای دستنشان نظریه‌اش صائب بود. بله، بسیار متشکرم از شما. خدمتتون عرض بکنم که فعلا در جدول رده‌بندی تیم سپاهان با 46 امتیاز در صدر به سر میبره، پرسپولیس با 42 امتیاز در رده بعدی است و سراباطی هم 42 امتیازیه و با تفاضل گل کمتر در رتبه بعدی جدول رده‌بندی قرار داره. فکر کم کم باید بریم به ورزشگاه آزادی. بله، میریم به ورزشگاه آزادی. همکار بسیار عزیزم عادل فیروزی پور نیمه دوم رو هم گزارش خواهد کرد. خیلی ممنون آقای میرزایی. از آقای حاجی هم تشکر می‌کنم که در مورد مسائل فنی مسابقه صحبت کردن. آغاز می‌کنیم نیمه دوم دیدار تیم‌های استقلال تهران و پگاه در شرایطی که نیمه اول با نتیجه 1-0 به نفع تیم پگاه به پایان رسید. گلی که به نظر رسید مجتبی جباری به ثمر رسوند. باز هم با شعار انرژی هستی حق مسلم ماست آماده میشیم تا نیمه دوم دیدار تیم‌های استقلال و پگاه رو تماشا کنیم. شاهین حاج بابایی در سوت خودش میدمه. بازی آغاز میشه و بازیکن استقلال اولین حرکت رو در نیمه دوم از سمت راست آغاز می‌کنند. تعویضی در ترکیب دو تیم انجام نشده. نوازی
و برای تیم خیلی جدی خودشون گرم کردن. متوسط زدن دقیقه 4 و 5 مسابقات داره خودشون گرم می‌کنن. فعلا هیچ کس از تیم تعویضی رو انجام ندادن. امیرآبادی پولادی برای محسن یوسفی پشت محوطه جریمه. یوسفی پاس عمقی رو میندازه اونجا در خط دفاعی به هر شکلی که هست. نظیفکار از راه میرسه و توپ رو بیرون میفرسته. آرش برهانی توپشو میگیره بازیکن پگاه پشت محوطه جریمه. محسن یوسفی، میثم امنی، آرش برهانی، جباری موقع به شوت زدن ایجاد میشه برای پولادی. باید بیاره رو پای چپش. ضربه‌ش هم خوب میزنه مهداد پولادی. فکر اولی رو با راست میزد موقع بهتر بود، اما برشک با پای چپ هم خوب زد ضربه‌ش رو. این ضربه مهداد پولادی است. توپش با اختلاف بسیار کمی از بالای دروازه به بیرون رفت. نظر محمدی باید بازی رو آغاز کنه. ضربه بلند به میانه های زمینه. اشتباه امیرحسین صادقی. ژوئل به دنبال توپ باز هم اشتباه میکنه صادقی. موقع به بازیکن پگاه اونجا حالا چاوشی و گل. این بار دیگه خود چاوشی گل میزنه. فستیوال اشتباهات امیرحسین صادقی و توپی که چاوشی تبدیل به گل دوم تیم پگاه میکنه. میرو در آغوش دست نشان قرار میگیره. استقلال تهران 0 پگاه گیلان 2. چاوشی روی گل اول تاثیرگذار بود. گل دوم رو هم خودی سبب میگه چند مرحله اشتباه کرد امیرحسین صادقی. سومی اشتباه پشت سر همش بود. زبرما پای راست زد. طالب هم که دیگه نتونست این توپو بگیره. یه نتیجه عجیب در ورزشگاه آزادی در حال شکل‌گیری است. سید رضا چاوشی که مدت‌ها بود منتظر چنین فرصت برای درخشش بود، گل دوم رو به نام خودش ثبت میکنه. این هم خوشحالی نادر دستشان بعد از بردی که مقابل پرسپولیس در رشت به دست آورد در تهران در ورزشگاه آزادی. تا این لحظه 2-0 وسیم استقلال تهران جلو افتاده. علیرضا نظیفکار ضربه رو میزنه. توپ اختلاف زیاد از بالای دروازه به بیرون میره. طالب بازی رو آغاز میکنه. مشتبه جباری واسه در آقا میندازه. فرهاد مجیدی ضربه سر رو میزنم. توپش به آرش برهانی نمیرسه. نظر محمدی ضربه بلند و به میانه های میدان. چاوشی صادقی ضربه سر رو میزنه. آشیل مشتبه جباری در گوشه زمین. روانخواه امیرآبادی پیروز قربانی کار افرادی و پاس رو به عقب. امیرحسین صادقی توپو میبره به سمت چپ. با گلایی که جباری به خودشون و چاوشی زدن 2-0 تیم پگاه جلو افتاده. پشت محوطه جریمه مقابل بازیکن استقلال. اونجا فرهاد مجیدی و نقطه پنالتی. اعلام پنالتی به نفع تیم استقلال. آقای شاهین حاجی بابایی نقطه پنالتی نشون میده. بازیکن پگاه شدیداً معترض هستند. فیروز کریمی که امیدوار میشه. یه باری با نگاه کنیم. قطعه پنالتی رو محمد مختاری انجام داده. آرش برهانی توپو گرفته و به هیچ کس هم نمیده توپو و میخواد پنالتی رو خودش بزنه. یه بار دیگه صحنه رو با هم نگاه میکنیم. گرفت مختاری فرهاد مجیدی. شاید خیلی هم شاید خطرناک نبود موقعیت.
پیدایش برهان از اون نقطه پنالتی میتونه گل بزنه یا خیر. نظر محمدی در دم دروازه، آرش برهانی و توی دروازه. حساب کار 2-1 میشه و استقلال به بازی برمیگرده. 7 گله میشه آرش برهانی در رقابت‌های لیگ برتر. اونجا فرهاد مجیدی و بازیکن پگاه بعد سر گرفتن توپ دارن با هم جر و بحث میکنن. به هر حال فرهاد مجیدی تو میگیره از بازیکن پگاه. بازی قشنگ‌تر از این هم خواهد شد. این آرش برهانی است، ضربه را زد و هیچ حرکتی را انجام نداد نظر محمدی. دنیس هم بازیکن پگاه یه موقع عالی و توپ طالب نو در اختیار میگیره. مهدی امیرآبادی گیلاری توپو میگیره، وسط عبور کرده و پرتاب بازیکن استقلال هست. مجتبی جباری، تماشاگران 1-0 تیم استقلال رو تشویق می‌کنن. محسن یوسفی اول از همونجا میده تو برگشت داده میشه، روانخواه به دنبال توپ. مهدی امیرآبادی، امید روانخواه، دوباره خود امیرآبادی، ساندویچ انجام میشه روی دروازه مقابل بازیکن استقلال در محوطه جریمه. شلوغ اونجا و توپو دور میکنن سپید پوشان پگاه که بدجوری تحت فشار قرار گرفتن. روانخواه پرتاب تیم استقلال. مهدی امیرآبادی بعد بازی رو آغاز کنه. سن قبل شما دارید تماشا میکنید، در این سمت که استقلال توپو میفرستن روی دروازه. نزدیک در این سمت هم گل به خودی رو شاهد باشیم. کورنر از سمت راست بعد روی دروازه فرستاده بشه. مجتبی جباری پشت توپ قرار گرفته، سمت بلند جباری به تیر 2 ضربه سر رو تقی پور میزنه. میثم امینی، خدا بغل شده متوقف کرد و توپ از بیرون داخل زمین اومده بود. تقی پور رو ملاحظه میکنید. بازی رو نظر محمدی باید آغاز کنه. امیرحسین صادقی، بازی نیمه دوم جالب شروع شد. 2 گل رو هم شاهد بودیم. 1 گل برای تیم پگاه، 1 گل برای تیم استقلال. پرتاب آبی پوشان، میثم امینی، آشیل روی توپ اثر میگذاره. امیرآبادی در سمت راست، محسن یوسفی، منی در کنارش هست. پولادی، مهدی امیرآبادی، تو به روانخواه نمیرسه. گیلاری تو به بیرون میفرسته. پرتاب بازیکن استقلال. تقی پور، چاوشی، خب نوازی برای تیم استقلال به زمین خواهد اومد تا لحظات دیگر. ژوئل در سمت راست حرکت بازیکن
پگاه و ضربه دروازه از کنار دروازه وحید طالبلو. بازی آغاز میشه. مهدی امیرآبادی، رواخا، جباری میبره به سمت چپ، پاسش خوب نیست. اون سمت تقی‌پور توپو دور میکنه. مهداد پولادی، تقی‌پور توپو بر میگرده. مهدوی، مهدی نوری از سمت راست سیامک فراهانی حرکتی را آغاز کرده. چاوشی با سینه میندازه به آشیل، میبره به سمت چپ. گیلاوری سادس انجام میده روی دروازه. اونجا در خط دفاعی امیرحسین صادقی توپو میگیره و تقی‌پور که معلوم چه هدفی داره از دادن این گونه ضربات. توپش به بیرون میره. طالبلو بعد بازی را آغاز کنه. تعویض انجام میشه. امیرآبادی زمین بازی رو ترک میکنه. نوازی پیدش به بازی میاد. بازوبند را هم بدونه که تعارفی چیزی بکنه سریع میگیره محمد نوازی. دو یک به نفع تیم پگاه گیلان. محمد نوازی اول توپ در اختیار میگیره. سانتر او شاید 4 سال میشه در این مسابقه. سانتر انجام میشه روی دروازه و نظر محمدی توپو میگیره. ضربه بلند او به سمت راست. صادقی توپو به بیرون میفرسته. هفته بعد استقلال در مشهد مقدس با تیم سابق فیروز کریمی ابو مسلم بازی خواهد داشت و پگاه هم در رشت میزبان استقلال اهواز خواهد بود. هفته بعدش استقلال با پیکان بازی میکنه و ملوان پگاه داربی شمال رو برگزار میکنند. تیم پگاه پدیده فصل خودش حسین ابراهیمی هم در این مسابقه به دلیل اخراج در بازی قبلی در اختیار نداره. طالبلو میندازه برای محمد نوازی. بعد توپش به رواخا نمیرسه. علیرضا نظیفکار، ژوئل نوری میبره به سمت راست. فراهانی، تقی‌پور، میثم امینی، مجیدی و حالا محمد نوازی. فرهاد مجیدی تو با آشیل میگیره. چاوشی، مهدوی در میانه میاد. آوانتاژ خوبی داد در این صحنه. از سمت راست بازیکن پگاه حرکتی را آغاز کردند. بازی را آروم میکنن سپیدپوشان پگاه. نتیجه بسیار خوبی رو گرفتن. 3 امتیاز تا این لحظه مال اوناست، اما 30 دقیقه به انتهای این دیدار باقی مونده. نوری ضربه‌ش رو میزنه به مدافعان استقلال، برخورد میکنه. فرهاد مجیدی چقدر راحت توپ از فرهاد مجیدی میگیرد. حرکت انفرادی به هیچ وجه ثمربخش نبوده. یک بازیکن پگاه چاوشی است دروازه‌بان و این هم گل سوم. گل سوم برای تیم پگاه. چیکار میکنه این چاوشی در این مسابقه؟ 3-1 به نفع تیم پگاه. حیف که اون ضربه سر اولش جورایی به جباری خورد و علیه هتریک رویایی ثبت کرده بود در کارنامه خودش در ورزشگاه آزادی. چاوشی
خط دفاعی استقلال بدجوری متزلزله. پیروز قربانی اینجا رها کرد توپو. طالبلو هم که کاری به توپ نداشت و توپ در دمه دروازه قرار میگیره. 3 حمله و 3 گل برای تیم پگاه. در غیاب پژمان منتظری و کوشکی خط دفاع استقلال متزلزل‌تر از قبل نشون داده. این چاوشی است که بدین شکل نیمکت تیم پگاه رو غرق در شادی میکنه. تیم پیکان با اصغر مدیروستا گل دوم رو به تیم پاس زده در همدان. بازی 2-1 هست به نفع پیکان. بقیه نتایج همونه. شیرین فراز 2، برق شیراز 0، پاس 1 پیکان 2، مس کرمان 0، سواباتری 1. ساند انجام میشه روی دروازه. ضربه سر فرهاد مجیدی که توپو میگیره نظر محمدی. این ساعت محمد نوازی است. این ضربه سر که توپو نظر محمدی میگیره. ژوئل خطا به نفع تیم پگاه. پولادی تقیپور توپو برمیگردونه. امیرحسین صادقی محمد نوازی قماخا حرکتی رو آغاز کرده. تو به نفع بازیکن استقلال به بیرون میره. محمد نوازی میخواد پرتاب بلند رو انجام بده. رواخا با یه حرکت که باز هم ثمری نداره. نوازی شهیدان اعتراض میکنه آقای کهوری. این است که برخورد انجام شده و خطایی نگرفت. ضربه بلند از نظر محمدی. امیرحسین صادقی ضربه سر رو میزنه. قربانی وحید طالبلو نوازی آرش برهانی ضربه سر رو میزنه و نظر محمدی توپو در اختیار میگیره. اصلا با این 3 گلی که در مسابقه دریافت کرد تعداد گل خودش به 33 رسید. پنجم خط دفاعی ضعیف لیگ از آن تیم استقلال هست. خطا به نفع تیم استقلال اعلام شد. تماشاگرها اعتراض خودشون رو به نوع بازی تیم استقلالشون میدن. فیروز کریمی خیلی کم اومده کنار زمین. حتی مصونیت شاید باعث شده که بدین شکل بیشتر روی نیمکت کار رو دنبال کنه. امیرحسین صادقی فرهاد مجیدی حرکتی رو آغاز کرد. یه پنالتی گرفته در این مسابقه اما بقیه‌اش دیگه تو کم لو نداده. فرهاد مجیدی خودش رو سان میکنه روی دروازه. توپو دور میکنه آرش برهانی از منطقه خطر. تا باز هم آوانتاژ میده. یک دیگه بازیکن پگاه در محوطه جریمه. این بار دیگه حرکت انفرادی چاوشی فایده ای نداره. توپشو میگیرند. تیم ابو مسلم در اصفهان موفق شده 1 گل به تیم ذوباهن بزنه. بالغ بر
10 تا توپ اینجوری لو داده روانخواه در این مسابقه. نوازی حرکت آرش برهانی، توپ برمیگردن بازیکن پگاه در سمت راست، باز هم محمد نوازی، سانتش انجام میشه روی دروازه، از همه عبور میکنه، اونجا به سمت توپ میره نظر محمدی، توپ بهش برخورد میکنه و به بیرون میره. کورنر از سمت چپ برای دروازه فرستاده بشه. سانت نوازی رو دیدید، بازی سعی دنبال شده، مهاجم بازیکن استقلال هست، یه ضربه از راه دور زده میشه که توپ نظر محمدی در اختیار میگیره، ضربه که روانخواه زد. جوئل یه باسه بالا به سمت راست، آرش برهانی، نوازی، مجتبی جباری میبره به سمت چپ، میثم منی، و کار دنبال میشه. ابراهیم تقی‌پور پا به توپ جلو میاد. جوئل تقی‌پور خودش جلو اومده، به توپ هم نخواهد رسید. تقی‌پور خودش هم روی زمین میندازه. حاج بابایی اشاره میکنه که حواسی به زمان هست، چیزیش نشد واقعا. ابراهیم تقی‌پور اشاره میکنه وقتی میگیره آقای حاج بابایی. صحبت میکنه دستشان با دروازه‌بان محبوبش علی نظر محمدی. بلافاصله هم بلند میشه، میبرنش بیرون و بلافاصله بلند میشه تقی‌پور تا بیاد به بازی ادامه بده. بعد از کنار خط طولی هم برگرده. فعلا پگاه 10 نفره داره کارو دنبال میکنه. سری بازی کنه استقلال برگردشون ادامه میدن. محسن یوسفی، میثم منی، جباری، خطای گیلاوری گرفته میشه. تقی‌پور بازی برمیگرده. 22 دقیقه به انتهای دیدار زمان باقی مونده. 3-1 به نفع تیم پگاه. ببینیم صحبت‌های حجازی آیا ثمری خواهد داشت یا خیر. عصبانیت از چهره او میباره. سربازان تیم استقلال یه بار ضربه زد جباری به تیر دروازه خود در نیمه اول. این بار میثم منیعی، ضربه از بالای دروازه به بیرون میره. این ضربه میثم منیعی است با این اختلاف از بالای دروازه به بیرون میره. ضربه از جوئل، چاوشی لب خط خیلی راحت صادقی رو دریبل میزنه. مهدوی اونجا پولادی به خوبی توپش رو میگیره. مجتبی جباری، روانخواه، حمید شفیعی در کنار زمین حضور داره، او به بازی خواهد اومد. مهدوی، گیلاوری، پاس بلند و بسیار خوبی موقع بازی کنه پگاه گیلان و توپی که در سمت چپ بازیکن استقلال میرسه. آرش برهانی،
یکی دو دور خودش میچرخه. خود برهانی میندازه برای فرهاد مجیدی، به توپم میرسه مجیدی، موقع برای برهانی داد تماشاگران رو بلند میکنه آرش برهانی. امیرحسین صادقی، جباری، یه بار دیگه سانتوی دروازه انجام میشه، تغییر توپو برمیگردونه آرش برهانی. بالا زد حمله برای تیم پگا، پاس تند و تیز به سمت چپ، چاوشی سخت به توپ برسه. شفیع بعد از مدت‌ها به بازی میاد، جای میثم منیعی رو میگیره. فکر کنم تو نیم فصل دوم اصلا بازی نکرد حمید شفیعی، بعد از مدت‌ها به حال شرط بازی کردن رو به دست آورد، بازی میکنه. زوبا گل مساوی رو به تیم ابو مسلم زده در بازی همزمان. فرهاد مجیدی برای روانخواه توپو میندازه در سمت راست، محمد نوازی، حمید شفیعی، ضربش برخورد که مدافع حریف. این از ضربه مهرداد پولادی است که توپو نظر محمدی در اختیار میگیره. ضربش خیلی محکمه، نظر محمدی توپش گوشه زمین بیرون میره. پیروز قربانی، امیرحسین صادقی، مجیدی، مجتبی جباری، موقع بازیکن استقلال از دروازه بیرون میاد. نظر محمدی خوبم کار میکنه، روانخواه برای محمد نوازی، سانتوش انجام میشه روی دروازه، باز هم نظر محمدی توپو رد میکنه. حالا زد حمله برای تیم پگاه. آفساید، آفساید مارتین جوئل اعلام میشه. صادقی سریع بازی رو شروع میکنه. جباری، شفیعی، چاوشی خیلی قشنگ عبور میکنه از پیروز قربانی، داور او رو فرا میخونه و یک کارت زرد هم به پیروز قربانی نشون میده. پیروز قربانی سخت داره بشه، بازی مقابل ابو مسلم از دست میده. البته شاید با برگشت منتظر کوشکی دیگه شانس به بازی کردن در مسابقه نداشت. این صحنه که اخطار میگیره پس کارت میشه. یه حرکت خوب از سمت چپ، گیلاوری به توپ هم میرسه، سانتوش انجام میده روی دروازه، موقع بازیکن پگاه توپ دور میشه از منطقه خطر. بازی رو بازیکن استقلال باید شروع کنن. این است که خطا برای فرهاد مجیدی انجام میشه. شفیعی این بار از سمت چپ، پولادی تو سر توپ میزنه، خود مهرداد پولادی عقب‌تر، موقع پولادی هست. گیلاوری، منصوریان به بازی خواهد با تیم استقلال. پاس مهدی نوری جالب نیست و به بیرون میره. روانخواه
مجتبی جباری، چاوشی خیلی قشنگ بازی کرد. ستاره بیچون و چرای این مسابقه بوده. چاوشی همه کار کرده در این مسابقه و واقعا آزار داده خط دفاعی متزلزل تیم استقلال رو. منصوریان، پولادی میبره به سمت چپ. محسن یوسفی، منصوریان، جباری، نوازی، منصوریان توپ اصلا میذاره، پولادی تو سر توپ میذاره و توپشو بازم میگیرن. منصوریان در سمت چپ، یوسفی موقع به سانت توپ داره، انجام میده روی دروازه، توپ رد میکنه علی نظر محمدی. نوازی، نوازی سانت انجام میده بلند و حالا برهانی هوس زدن گل نمایشی میکنه واسه آروم پیروز قربانی. تو بلند فرستاده میشه روی دروازه. نوازی، یه ضربه از شفیع، توپش برخورد میکنه مدافعان پگاه. مجتبی جباری توپا آشیل برمیگردونه. پولادی با پای چپ ضربه‌شو میزنه، باز هم مدافعان برخورد میکنه. منصوریان و این توپ که از سمت به بیرون میره. ضربه بلند از نظر محمدی. نوازی، باسن نوازی توپ سانت کنه روی دروازه. تقی‌پور ضربه سر رو میزنه. محمد نوازی، جباری یه واسه ارزی رو میندازه، باز هم تقی‌پور به پا برمیگردونه. منصوریان، باز هم نوازی، مجتبی جباری و توپی که به بیرون میره. دقیقه 80 داره میرسیم. جدا از ضربات همیشگی پرسنل زحمتکش و سخت‌کوش پرسنل یگان ویژه پاسدار ناجا و همچنین عوامل حراست ساز و تدوین هم قدردانی ویژه داشته باشیم که در برگزاری هرچی بهترین مسابقه کمال همکاری رو داشتند. منصوریان بازوبند هم نگرفته از نوازی علیزاده. منصوریان، جباری، تنهاست در وسط زمین مجتبی جباری. منصوریان، یوسفی، منصوریان معطل بازیکن استقلال هست پشت محوطه جریمه. پولادی، منصوریان، خود پولادی برمیگرده، ضربش برخورد که مدافعان پرتعداد تیم پگاه. توپ به بیرون میزنه مارتین آشیل، پرتاب بازیکن استقلال. منصوریان، نوازی، سانت انجام میشه روی دروازه. اونجا ضربه سر رو بازیکن پگاه میزنن. پولادی، مارتین جوال به دنبال توپ. امیرحسین صادقی، منصوریان، جباری، محمد نوازی، سانت انجام میشه روی دروازه. فرانی توپو برمیگردونه. محمد نوازی توپو تقدیم میکنه به نوری گیلاوری، واسه مهدی نوری و منطقی داره بازی میکنه تیم پگاه. مهدوی،
گیلاوری برق شیراز که از گل خود رو جبران کرده. بازی برق و شیرین فراز 2-1 به نفع شیرین فراز ادامه داره. آرش برهانی برای شفیعی میندازه توپو. دوباره خود برهانی در محوطه جریمه یه ضربه جباری توپ هر دو تیر دروازه برخورد میکنه. جباری هتریک میکنه در زدن توپ تیر دروازه. این هم ضربه بعدی که توپ نظر محمدی میگیره. یه باری با هم نگاه میکنه. این ضربه مجتبی جباری است. توپ هر دو تیر دروازه برخورد کرد و واقعا با اوج بدشانسی به گل تبدیل نشد. موقعیت خطرناک استقلال 2 برابر پگاه بوده. پگاه 3 حمله 3 گل، استقلال 6 حمله فقط 1 گل رو از نقطه پنالتی. پرتاب بازیکن استقلال هست. منصوریان میبره به سمت چپ. یه ضربه از راه دور تو برخورد میکنه مدافعان پگاه و به بیرون میره. کورنر برای تیم استقلال. ساعت محمد نوازی انجام میشه. ضربه سر اونجا در محوطه جریمه. تقی‌پور توپو برمیگردن. آفساید هم نیست. از پشت محوطه خطا کرد. پاش قشنگ معلومه درد میکنه. ژوئل شامی حالا حرکت میکنه در محوطه جریمه. طالبلو یه باری در سمت چپ. مقطع چاوشی روی توپ کناره های زمین. گیلاوری ساندش انجام میده روی دروازه از همه عبور میکنه. منصوریان مجتبی جباری تو بشه یه دسته میزنن. آرش برهانی نوازی در سمت راست. سانت انجام میده روی دروازه که نظر محمدی میره تو جمع میکنه. تمام عکاسا پشت دروازه پگاه جمع شده به این خیال که استقلال نیمه دوم کلی اینجا گل میزنه. اما پگاه تیم موفق میدان بوده و فعلا 3-1 استقلال در تهران شکست داده. تیم 17 جدول در مقابل تیم‌هایی که تا همین چند روز پیش خودش از مدعیان کسب عنوان قهرمانی میدونست. این لحظه است که منصوریان در چند مرحله خطا را انجام ده برای علیزان نظیفکار. بازی رو تقی‌پور بعد آغاز کنیم. ضربه سر امیرحسین صادقی. پولادی شفیعی مقابل آرش برهانی. تو بشو تقی‌پور یه لحظه دور میکنه و گیلاوری اونو بر میگردونه. حالا بازیکن استقلال احساس ناراحتی میکنه در درون محوطه جریمه.
جلوی فیروز کریمی رو ملاحظه میکنید. بازی وقت اضافه زیادی هم خواهد داشت در نیمه دوم. 10 دقیقه اخیر 76% 24%. امیرحسین صادقی هم کارت زرد رو میگیره از داور. شفیع او رو آروم میکنه. اگه تیم فجر سپاسی بازیشون نبازه یا استقلال اهواز پرسپولیس رو ببره، استقلال رتبه 4 خودش رو از دست خواهد داد. یک هم بازیکن پگاه 3 در مقابل 2 هستن. چاوشی مهدوی کنارش حرکت کرده، حالا برای مهدوی میندازه مقابل بازیکن پگاه و این هم گل 4. گل 4 تیم پگاه رقم میخوره و جالب اینه که تماشاگر استقلال تیم پگاه رو تشویق میکنن. این نتیجه واقعا باور نکردنی. استقلال و تهران 4 گل از تیم 17 جدول خورده. باز هم چاوشی نقش کاملا تاثیرگذاری رو با هم نگاه پاس داد به مهدوی. کاپیتان بسیار آماده تیم پگاه این ضربه محکم در گوشه دروازه قرار داد. چاوشی بازی رویایی رو انجام داد، از بازی بیرون میاد، همه کار کرد در این مسابقه. و بدون شک ستاره اول تیمش بود. تماشاگرها اشاره میکنه چاوشی رو دوست دارم و بازیکن مورد علاقه شون هست. 88 دقیقه مهدوی گل 4 رو به نام خودش ثبت کرد. خب متوسط زدن بالاخره به بازی خواهد 85 دقیقه خودش رو گرم کرد. امین متوسط زده. تماشاگر از تیم پگاه یه گل دیگه میخواد. این گل 4 تیم پگاه هست. یکی از سنگین ترین شکست های استقلال این چند سال اخیر در ورزشگاه آزادی در حال رقم خوردن هست. شاید در 30 سال اخیر یکی از شکست بسیار سنگین تیم استقلال هست. تقی‌پور، نوازی، مجتبی جباری بالاتو بهش راحت میگیرن. گیلاوری واسه بالا به سمت راست، اونجا متوسط زده به دنبال تو. محسن یوسفی، نوری روی تو بسر میگذاره. واسه محسن یوسفی تک میزنه توپو میگیره خود یوسفی. مجتبی جباری، گیلاوری متوسل زاده ضربه سر رو میزنه. خوبم این کار رو انجام میده. به حق شیراز گل مساوی رو به شیرین فراز میزنه. بازی 2-2 شده. یک اکواب بازیکن پگاه در محوطه جریمه. امیرحسین صادقی و وحید طالبلو توپو میبره به سمت چپ. بازی را نظر محمدی باید آغاز کنه. همکاران در تلاش هستند در پای مسابقه مصاحبه را با مربیان تیم انجام بدن.
تعویض بعدی تیم پگاه هم انجام میشه. گیلاوری یک بازیکن استقلال، یه باز خوب برای رواخا، سانوس انجام میشه روی دروازه جو برمیگردونن بازیکن پگاه. نوازی برهانی شوتو به چند نفر برخورد میکنه و تقی‌پور توپو برمیگردونه. متوسل زاده حالا موقع بازیکن پگاه داره رقم میخوره، چقدر راحت میکنه، چه تکلی زد اونجا پولادی، به نظر مثل خطا بود. داور از این صحنه عبور میکنه. جباری، نوازی میبره به سمت مقابل، آرش برهانی، حرکت برهانی و ضربه که تقدیم میشه به نظر محمدی. این لحظه است که توپ و پا رو با هم زد. سر بلند از نظر محمدی. صادقی رواخا، اون توپ هم میگیرن بازیکن پگاه. پگاه 4 حمله کرد، 4 گل زد. حالا میتونن پنجمی حمله شدن انجام بدن. اشتباه، پشت اشتباه از مدافعان استقلال. طالبلو تقی‌پور، حالا نکته عجیب اینه که تماشای استقلال چرا به ناصر حجازی اعتراض خودشون رو نشون میدن. شاید دم دست این فرد در حال حاضر ناصر حجازی است که در جایگاه نشسته و بازی رو تماشا میکنه. آخرین دقیقه از وقتهای طرف شده مسابقه. نوازی باید بازی رو آغاز کنه. نتیجه بازی رو مرور با هم بکنیم. شیرین فراز 2، برق شیراز 2، پاس 1، پیکان 2، مس 0، سبا 1 و ذوب ابومسلمان 1-1 مساوی هستند. مجتبی جباری، منصوریان، محمد نوازی در سمت راست، سطح بلند انجام میده روی دروازه و این هم آخرین توپی است که بازیکن استقلال در این مسابقه از دست میده. یک نتیجه درخشان برای نادر دستشان در تهران. یکی از سنگین‌ترین شکست‌های باشگاه استقلال در ورزشگاه آزادی. سوت پایان مسابقه، نتیجه عجیب در ورزشگاه آزادی رقم میخوره. آمار رو با هم مرور خواهیم کرد. دستشان در پوست خودش نمی‌گنجه از خوشحالی بابت نتیجه بسیار خوبی که تیمش به دست آورده. تعداد خطا 10 در مقابل 8. کرنر 1 دونه پگاه، 8 استقلال. آفساید 1 در مقابل 0. کارت زد 1 در برابر 2. کارت قرمز نداشته. شوت به دروازه 1 در برابر 5. سانت 7 تا پگاه، 15 تا استقلال. موقعیت گل 4 تا پگاه داشت، هر 4 تاش گل شده. 7 تا استقلال، 67% استقلال و 33% تیم پگاه توپ میدان رو در اختیار داشتن. درگیری حالا وسط زمین الان به وجود اومد. در شما دارید آمار رو ملاحظه میکنید که چی شده اون وسط و چه اتفاقی رخ داده بر ما پوشیده است.
حال بازی با چارک به پایان میرسه. به نفع تیم پگاه آرزو می‌کنم تماشای مسابقه شما عزیزان بیننده لذت برده باشید. من از شما خداحافظی میکنم. اگه دوستان مقدمات مسابقه انجام شد حتما مسابقه را انجام خواهد. من خداحافظی. بله، تشکر می‌کنم از همکارم عادل فردوسی پور. تیم استقلال با نتیجه عجیب 4-1 بازی رو واگذار کرد و دیگه تا حدود زیادی بخت کسب عنوان قهرمانی رو از دست داد. تیم استقلال واقعا دیگه نمیشه این تیم مدعی قلم داد کرد. حالا ببین نظر آقای حاج رضایی چیه. شد که استقلال 4 گل خورد. آقای میرزایی، من خدمتتون عرض بکنم که در بین نیمه صحبت داشتیم که استقلال در جریان بازی طرحی برای اینکه این دفاع رو باز کنه نداره، باید تدابیری رو اتخاذ کنه. در نیمه دوم دیدیم هیچ تدبیری نداشت. بله. تنها گلشون هم روی یک ضربه ایستگاهی یعنی پنالتی به دست اومد. ولی تا انتهای بازی این تیم پگاه بود که با برنامه و هدفمند بازی کرد و واقعا استحقاق پیروزی رو داشت. اینکه یک خط دفاعی اشتباهات بسیار فاحشی رو مرتکب بشه خودش میتونه به حریف کمک کنه، اما نحوه سود بردن از این اشتباهات هم در واقع متعلق به پگاس که نهایت استفاده رو در واقع انجام داد. مورد دیگه‌ای که بود اشاره داشتیم که به 2 مهره کلیدی این تیم ضمن ارج نهادن به همه بازیکنان پگاه یعنی آقای چاوشی و آقای مهدوی بله. که دیدین در واقع اینها پایه‌گذار پیروزی تیمشون شدن و در زدن 4 گل نقش مستقیم داشتن. من تصورم اینه که تیمی مثل استقلال که دایه قهرمانی داره نباید در غیاب 2 بازیکنش که فرضاً محرومن یا مصدومن اینقدر از نظر بازیکن جایگزین در مضیقه باشه که به این شکل مرتکب اشتباهات فاحش بشه و در واقع میتونم بگم که این یک شکست تحقیرآمیز بود. بله. برای استقلال در ورزشگاه خانگیش در مقابل تیم پگاه. از سوی ما هیچ نباید تردید بکنیم که آقای میرزایی پگاه تیم برتر مسابقه بود. حالا دیگه کاملا مشخص شد، هم فاصله گل‌هاشون بسیار زیاد بود، هم تحمیل کردن اراده خودشون به تیم استقلال. هرگز استقلال به خلق موقعیت نرسید به جز 2 بار. یکیش در نیمه اول بود روی یک ضربه ایستگاهی، یک بارم روی شوت باز جباری در نیمه دوم که به هر 2 تیر اصابت کرد که این خلاقیت فردی بود نه کار گروهی. یعنی باید بگیم که یک فرد با خلاقیت خودش موقعیت خطر ایجاد کرد، ولی هرگز مدافعین پگاه اجازه ندادن که یک موقعیت فرضاً تک به تک ایجاد بشه. بله. یا موقعیت‌های خطرناکی در واقع برای تیم استقلال ایجاد بشه که بگن خیلی خوب حالا با این خلق موقعیت‌ها ما شانسمون از دست در واقع دادیم. به هر حال من فکر می‌کنم که حاج رضایی در دقایق از مسابقه بله. فشردگی مدافعان تیم پگاه کاملا مشخص بود. حالا فکر کنم که ارتباطمون برقرار باشه با ورزشگاه آزادی. فکر کنم آقای بابازاده اونجا مصاحبه رو با مربیان 2 تیم انجام خواهد داد. به مسابقه رو ببینیم و در خدمتتون خواهیم. خیلی متشکرم. همکاران خوبم در پخش شبکه سوم سیما جناب آقای امیر حاج رضایی و آقای مزدک میرزایی عزیز. به حال نتیجه بازی استقلال تهران و پگاه گیلان رو دوستان ملاحظه کردن که با نتیجه عجیب 4-1 به سود تیم پگاه به پایان رسید. جناب آقای نادر دستنشان عزیز سرمربی محترم باشگاه پگاه الان کنار ما ایستادن و می‌خوایم چند تا سوال در مورد مسائل فنی مسابقه از زبان خودشون بشنویم. جناب دستنشان تبریک میگم خدمت شما. به حال نتیجه بسیار خوبی رو در خانه حریف به خصوص در مقابل تیم بزرگ استقلال به دست آوردید. یه مقدار در مورد وضعیت بازی و اینکه فکر می‌کردید این نتیجه رو به دست بیاری سعادت فرمایید. به نام خدا من تشکر میکنم از شما و همه عزیزان. خب فکر نمی‌کردم با این نتیجه بتونیم پیروز میدان بشیم، ولی واقعیت قضیه برنامه‌ریزی داشتیم برای پیروزی و میدونستیم تیم استقلال مجبور تهاجم بیشتری بکنه و راههای نفوذش رو به هر حال با شناختی که داشتیم سعی کردیم ببندیم و از فرصت‌هایی که نصیبمون شد به نحو احسن استفاده کردیم. خب نتیجه غیر قابل پیش بینی بود و مزد تلاش و همیت خودشونو بچه‌ها ما امروز تونستن بگیرن و یه افتخاری برای مردم گیلان باشن. آقای دستنشان اواخر مسابقه پیش بینی میشد با توجه به اینکه پگاه با نتیجه 4-1 جلو هست شما بر تعداد مدافعینتون اضافه کنین، اما برعکس این قضیه شما فوروارد آوردید. داستان چی بود؟ می‌خواستین بیشتر گل بزنید؟
والا خب دو تا هدف داشتیم، چون تیم استقلال فکر میکنم با تعویضایی که انجام دادن جناحینشون یه خورده آسیب پذیر شده بود و ما سعی کردیم با تعداد مهاجمای تازه نفستر بتونیم حملاتمون رو ادامه بدیم. حالا اگر گلی نمیتونیم بزنیم حداقل اجازه ندیم که تیم حریف بتونه به راحتی به دروازه ما یورش ببره. من بهترین دفاع رو حمله تشخیص دادم و بچه‌هام به نحو احسن تونستن انجام بدن. ان که موفق باشید. البته من این نکته رو خدمت عزیزان بگم که مربیان باشگاه استقلال آقای کریمی نیومدن برای انجام مصاحبه و به حال اینم جزء نکاتی است که یکی از تبعات شکست سنگین باشگاه استقلال. سید رضا چاوشی عزیز، امروز آقای دستان خیلی ممنون از لطفتون، محبت کردید، ان شاء الله موفق باشید. آقای چاوشی امروز هتریک کردی به قول فوتبالیا، سه تا گل قشنگ زدی. در مورد گلایی که زدی صحبت کنین که به حال چجوری تونستی از دیوار دفاعی استقلال عبور بکنی. به نام خدا، منم خسته نباشید خدمت شما عرض میکنم. بازی خیلی سختی بود. ما این هفته خیلی زحمت کشیدیم، خیلی تلاش کردیم که بتونیم استقلال رو تهران شکست بدیم. خدا رو شکر میکنم که با زحمت کادر فنی تونستیم بازی رو ببریم، ولی ما فکر نمیکردیم که 4 تا بتونیم بزنیم. حداقل ما فکر یه گل میکردیم. حالا خدا رو شکر تونستیم از حمله استفاده کنیم. منم تونستم 3 تا گل بزنم، یه پاس گل بدم. الان با این 3 تا گل تو جدول گلزنا چند گله شما؟ من همین 3 گلم. من آسیب خیلی زیاد دیدم امسال. به هر حال شانس ما این بازی بود که ما 3 تا گل بتونم بزنم. خیلی ممنون از ان شاء الله موفق باشید. جناب آقای میرزایی عزیز و جناب آقای امیر حاجی رضایی، خیلی متشکرم. آقای چاوشی، آقای اصغر حاجیلو تشریف آوردن به نمایندگی از کادر فنی. بله، ظاهرا دیگه زمانی هم نداریم که حالا مسابقه آیا حاجیلی رو ببینیم. ضمن که من نتایج سایر مسابقات رو هم به اطلاعتون برسونم. تیم ذوباهن در مقابل ابو مسلم بازیشون همون 1-1 تموم شد. همکاران اشاره می‌کنن که وقت هست مسابقه رو بریم ببینیم. آقای حاجیلی رو ببینیم چه نکاتی رو در مورد شکست تیم استقلال خواهند داشت. آقای بابازاده خواهش حق پست نداره. بله، خب ارتباط قطع شده. بله، خدمتتون عرض بکنم که ذوباهن 1-1 در مقابل ابو مسلم بازیشون 1-1 تموم شد. مس و